مثالی که من دیروز زدم درباره سی ریت یا همون ضریب تخلیه یا جریان دهی که بهش میگن سی، ببین من الان باتری لپتاپ قدیمیه باز کردم، اینا هر کدوم باتری لیتیومی 18650 یعنی اینجاش 18 میلیمتر قطرش و 65 میلیمتر. میخوام بگم نه توی خرید چی جوریه. ببین حساب که میکنی اینا هر کدوم این باتری ها 2200 میلی آمپر. توی خریدم نگاه کن، اینجا الان حالا من 2200 ولی میخوام بهتون یه دونه مقایسه نشون بدم. این 2500 اون 2200 جفتشون هم از یه برنده. حالا هر کی باشه میگه چون این 2500 گرونتر قطعا دیگه، اما خب نه دیگه اینقدر تفاوتی که 180 تومن اون باشه 470 تومن اون باشه. تفاوت اینا چیه؟ توی 5C و 12C توی جریان دهیشون. این برای کارهای سنگین، دستگاه‌های بزرگ و چیزایی که جریان دهی بالایی میخواد، اما این کار برای کارهای ظریف‌تره. این مثلا 1 خورده در میاد، اون یکی 2,800,000 مثلا اینجور رو در میاد. خب ببین چقدر تفاوتشه، 1,800,000 بیشتر در میاد با اون. بعد اون برای این همچین چیزی که توی لپتاپه اصلا کارایی نداره که باید داشته باشه، پس لازم نیست اون خریداری بشه، اونو باید بگیری. ببینید تفاوتش اینجا میشه مثلا توی خرید که باید دقت بشه. و یکی هم این که این باعث میشه گرمایی بیشتری تولید بشه، عمرش هم میاد پایین‌تر. فکر نکنید فقط هزینه است، نه بحث هزینه هم نیست، اون اصلا کلا ضرر خالصه.